سلام بر همه. به این طلوع زیبا خوش آمدید. امروز صبح کنار یک لانه مورچه ایستادم. نه هر لانه ای. این لانه امروز قصه‌ای برای گفتن دارد. Look at this. مورچه ها با عجله در حال بیرون ریختن کاه‌ها و ذرات ریز از خانه‌شان هستند. انگار می‌خواهند خانه را برای روزی نو تمیز و آماده کنند. دوربین روی حرکت مورچه ها زوم می‌کند. به این نظم حیرت انگیز نگاه کنید. هیچ کدام با دیگری برخورد نمی کنند، هیچ کدام بیکار نیستند. هر کسی مأموریت خودش را می داند. این یک شهر کامل است، با تمام پیچیدگی‌هایش که در ابعادی میکروسکوپی در جریان است. حالا به این فکر کنید، چرا من اینجا ایستادم و این صحنه را تماشا می کنم؟ چون فکر می کنم این لانه مورچه یک درس بزرگ برای زندگی ما دارد. اول، خانه تکانی درونی. مورچه ها قبل از شروع روز جدید خانه‌شان را از کهنه ها پاک می کنند. ما چطور؟ چقدر برای پاکسازی ذهنمان از افکار منفی، نگرانی ها و خاطرات سنگین وقت می گذاریم؟ شاید این طلوع بهترین زمان باشد برای اینکه ما هم کاه‌های ذهنمان را بیرون بریزیم و فضا را برای چیزهای تازه و نور خورشید باز کنیم. دوم، کار تیمی و هدف مشترک. هیچ مورچه‌ای نمیگوید من چرا باید این کار را حمل کنم. این کار من نیست. آنها با هم کار می‌کنند تا هدف بزرگتر، امنیت و پاکیزگی کلونی محقق شود. در زندگی ما هم همینطور است. موفقیت‌های بزرگ حاصل همکاری و درک نقش هر فرد در کلونی زندگیمان است، چه در خانواده، چه در محل کار. سوم، سخت کوشی در سکوت. این مورچه‌ها برای یوتیوب ویدیو ضبط نمی‌کنند. آنها بدون سر و صدا، بدون نمایش، در سکوت مشغول کارند. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که دائم در معرض نمایش موفقیت‌های دیگران هستیم. اما زیباترین موفقیت‌ها آنهایی هستند که در سکوت و با پشتکار بی ادعا به دست می‌آیند. مثل همین مورچه‌ها. نمای نزدیک از یک مورچه که دانه یا کاهی را با تلاش حمل می‌کند. و در نهایت، درس تواضع. ما انسان‌ها فکر می‌کنیم اربابان این سیاره هستیم، اما اینجا در طلوع آفتاب یک جامعه کامل در حال مدیریت و ساختن است، بدون اینکه حتی نیاز به ما داشته باشند. این صحنه به ما تواضع می‌آموزد. یادمان می‌اندازد که عظمت همیشه در چیزهای بزرگ نیست. گاهی در یک لانه مورچه و در دل یک طلوع آرام نهفته است. صحنه پایانی، نمای گسترده از لانه و طلوع کامل خورشید. موسیقی اوج می‌گیرد و سپس آرام می‌شود. پس دفعه بعد که یک لانه مورچه دیدید، فقط از کنارش رد نشوید. 1 دقیقه بایستید. تماشا کنید. شاید شما هم مثل من امروز بزرگترین درس‌های زندگی را در کوچکترین موجودات آن پیدا کردید. از اینکه امروز صبح با من در این تجربه شریک بودید متشکرم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل ما را سابسکرایب کنید. اگر شما هم چنین تجربه‌ای داشته اید یا این صحنه حسی در شما ایجاد کرد، خوشحال می‌شوم در کامنت ها برایم بنویسید. فراموش نکنید که شگفتی همین اطراف ماست. فقط باید چشمانمان را باز کنیم. خدا نگهدار.